چطوری کمتر از نیم ساعت با 3 قلم مواد خوشمزه ترین ساندویچ رو درست کنیم. پیاز خلالی بریدم و تو تابه تفت دادم. یه ذره که سبک شد فلفل دلمه‌ای خلالی رو بهش اضافه کردم. برای اینکه عطر و طعم سیر قشنگتر آزاد شه، سیرا رو اول له کردم و خورد کردم و به پیاز و فلفل دلمه‌ای اضافه کردم. ادویه ها و نمکم ریختم گذاشتم کنار. سینه مرغم نواری برش زدم و تو همون تابه سرخ کردم تا کامل بپزه. بعد همه مواد رو با هم مخلوط کردم. جعفری خورد شده، سس مایونز و سس کچاپم بهش زدم تا حسابی خوشمزه بشه. یکی از بهترین نونایی که من همیشه تو خونه ازش استفاده میکنم نان ننه بتوله، چون خیلی با کیفیت و تازه و خوشمزه است. پیجشون رو تو کپشن براتون گذاشتم. میخوام به 5 نفر هدایای میلیونی بدم. فقط کافیه با نون ننه بتول یا ریگنان مثل من یه غذا درست کنید و به شماره‌ای که تو کپشن نوشتم ارسال کنید تا یکی از برنده ها باشی. این ساندویچ هم حتما درست کنید که خیلی خوشمزه.